خب از دور سلام کنم تا برسم به جام. سلام، امیدوارم حال همگی خوب باشه. مثل هفته پیش هر کی بلده حالش خودشو خوب نگه داره، واقعا نمشگه. خب یه ویدیو دیگه و یه کتاب دیگه، در واقع دوتا کتابی که حالا یک موضوعه و خیلی فوتی بریم سر وقت کتاب. امروز راجع به در واقع داستان بارتلبی محرر از هرمان ملویل میخوام صحبت کنم. من دوتا کتاب مختلف ازش، یعنی از این داستان خوندم. اولی با عنوان ترجیح میدهم که نه، بارتلبی محرر و 3 جستار فلسفی، انتشارات کتابسرای نیک، مترجم خود داستان کاوه میرعباسی، چاپ ششمش بوده که سال 1997 چاپ شده و در 1000 نسخه. این اولین باری بود که من این داستان رو از روی این کتاب خوندم. اتفاقا چیزی بامزه‌ای هم این وسطش الان پیدا کردم که بعد در همین اواخر هم کتاب 3 داستان هرمان ملویل رو خوندم، ترجمه صالح حسینی که به نظرم ترجمه بهتری بود. ترجمه صالح حسینی، انتشارات نیلوفر، چاپ اولش تابستون 401 بوده، توی تیراژ 1100 نسخه. این چاپ اولش رو من داشتم و خوندم. این ترجیح میدهم که نه رو در واقع چندین سال پیش خونده بودم به یه واسطه‌ای. بعد این اواخر هم دوباره این داستان رو از روی این کتاب 3 داستان خوندم. البته 2 داستان دیگه رو شروع کردم بخونم، خیلی گیران نبود برام که اونها رو رها کردم. حالا یه صحبتی هم میشه راجع به این کرد که حالا باهاتون بکنم که چرا یه سری کتابایی رو که میبینم دوست ندارم ادامه بخوندنش نمیدم. قبلا اینجوری نبودم. بخوام شروع کنم صحبت کردن از هرمان ملویل، بخوام شروع کنم، بسیار نویسنده قدریه. شاید مهمترین اثرش موبی دیک رو اسمش خیلی همون شنیده باشیم، حتی خونده باشیم. نکته‌ای که داره، زمانی که حالا آثارش رو داشته منتشر می‌کرده خیلی با اقبال روبرو نمی‌شده، ولی خب به واسطه‌اش هر سال‌های گذشته هی مورد اقبال‌تر و مورد استقبال‌تر قرار گرفته. کلیه آثارش، نقش دریا در واقع، کشتیرانی و اینجور موارد خیلی از داستاناش نقش داره، مثل رمان موبی دیکش در واقع که همونطوری که گفتم خدمتتون. و بریم سر وقت خود کتاب. من اگر بگه بخوام 10 تا از کتاب‌های خیلی مورد علاقه‌ام و محبوبم رو نام ببرم، قطعاً داستان بارتلبی محرر یکی از اون 10 تاست. اینقدر داستان فوق‌العاده‌ای برام داره. خیلی هم کم حجم، تقریباً یه حدود 90 صفحه 100 صفحه است و اصلا مواجهه‌ام با این داستان این شکلی بود که من یک روزی داشتم یکی از برنامه‌های نقد 7 رو نگاه می‌کردم. مسعود فراستی و سعید قطبی زاده نشسته بودن، یادم هم نمیاد راجع به چه فیلمی داشتن صحبت می‌کردن و نقد می‌کردن. اما اونجا هر دو اشاره می‌کنم به داستان بارتلبی محرر که خیلی داستان فوق‌العاده‌ایه. یعنی عنوانی هم که اونجا عنوان میشه اصلا در رابطه با این داستان اینه که میشه تعلیق رو تو سینما اصلا از اینکه داستان در واقع درس داد و آموزشش داد. و من به سرعت رفتم کتابو گرفتم، شروع کردم خوندن و فوق‌العاده بود برام. یعنی به یاد نمیارم به جز 1-2 تا کتاب دیگه که یک داستان‌های کوتاه مثلا در مورد همین 80-90 صفحه است که اینقدر منو جذب کنه. یعنی تنها مشابه نمونهش که میتونم خدمتتون بگم مثلا ملکوت بهرام صادقیه که اونم یه داستان تقریبا 80 صفحه 90 صفحه تا 110 صفحه است که اون هم بی‌نظیر بود برام. و بارتلبی هم که فوق‌العاده. داستانش از اون داستان است که حتی اسپویل هم بشه به نظرم خیلی جذاب خواهد بود که خوندنش برای خودتون. و بسیار چیزای عجیب غریبی داره. نکته‌ای که وجود داره داستانه، حالا همین بارتلبی محرر که حالا با 2-3 تا عنوان هم معمولا چاپ میشه. یک جایی جسته گریخته حالا خونده بودم و از توی این کتاب ها مشخصه که چاپ میشه در موردش، که در مورد یک داستان 100 صفحه‌ای که ملویل نوشته، حالا نمیدونم چقدر به دقت دارم این مطلب رو میگم، 10,000 صفحه مثلا راجبش نقد ادبی نوشته شده، راجبش جستار فلسفی نوشته شده، راجبش حرف زده شده. اینقدر این داستان عمیق و ریشه‌های مثلا شخصیتیش غنیه که میشه راجبش اینجوری صحبت کرد. اگه میخوام بریم سر وقت خود کتاب و موضوع داستانی خورده براتون بخوام شرح بدم، باید بدونیم که محرر به کی میگن محرر و محرر چیه در واقع. توی زمانهای قدیم که حالا نه رایانه‌ای بوده نه ماشین تایپی بوده، کسایی رو توی
دفاتر رو در واقع حالا کاری استخدام میکنن با حالا به شکل‌های مختلف به عنوان محرر. کسی بوده که تحریر میکرده، نامه‌های اداری رو در چند نسخه میشسته رونویسی میکرده، در واقع املا میکرده، بعدش میومده بررسی میکرده که ببینه غلطی نداشته باشه، چه نگارشی چه املایی. بعد حالا برای سازمان‌ها یا جاهای مختلفی که می‌خواستن اون نامه رو بفرستن ارسال میکنن. یعنی قبل از اینکه حالا اونقدر جامعه پیشرفت کنه که تایپیست داشته باشن، در واقع محرر هر شرکتی مثلا چند تا داشت، هر خانواده‌ای یا هر آدمی که می‌خواست چیزی رو که به طور زیاد تحریر در بیاره رو یک محرر استخدام میکرد. داستانم به این شکل شروع میشه که ما یک محرری داریم به اسم بارتلبی که به یک دفتر حقوقی تقریبا استخدام میشه که چند نفر دیگه اونجا کار میکنن، یک مدیری داره و شروع میشه ابعاد شخصیتی بارتلبی برای ما توی این 80-90 صفحه روشن شدن با یک نقطه بسیار بسیار مهم و روشن و حالا تفکراتی که رئیسش راجبش بهش داده، چون راوی قصه در واقع اون رئیس اداره هستش که بارتلبی رو در واقع استخدام میکنه. شخصیت بارتلبی یک دیالوگ داره که این دیالوگ شخصیتش رو در واقع به نظر من میسازه و تمام جستارهای فلسفی، اون 10,000 صفحه‌ای که میگن راجبش نقد ادبی نوشته شده حرف زده میشه، برمیگرده به یک دیالوگی از بارتلبی که مکررن توی کتاب و توی داستان تکرار میکنه. یعنی هر خواسته ای که از اون بهش درخواست داده میشه که مثلا فلان کار رو انجام بده، در جوابش میگه ترجیح میدهم که نه، I prefer not to. و همین در واقع یک دیالوگی که شروع میکنه در واقع این ویژگی شخصیتی که شروع میکنه همه داستان روش استوار شدن. اتفاقی که میفته حالا وقتی که این رئیس این فرد رو استخدام میکنه، یه مدتی باش کار میکنه و با این دیالوگ مواجه میشه، از اینجا کشمکش های این داستان با هم شروع میشه. اینکه فکر کردن راجع به رابطه این دو تا آدم با هم، یعنی رئیس و بارتلبی، که چه اتفاقاتی بینشون میفته، چه واکنش هایی نسبت به هم دیگه دارن. سکون و در واقع سکوت بارتلبیه که تو تمام این کتاب یک حس تعلیقی رو ایجاد میکنه که باور نکردنیه. باز دوباره افکاری که این رئیس نسبت به بارتلبی داره که داره اینجوری نسبت به خواستهایی که داره واکنش نشون میده که اصلا واکنش های در واقع غیر منطقی هم نیست. یعنی تو طول داستان شما مواجه میشید که یعنی رئیس فکر میکنه که حالا من شاید مثلا یک درخواست خارج از چارچوب کاری بهش پیشنهاد کردم که برام انجام بده و این کار رو نمیکنه، ولی بعدا متوجه میشیم که نه، هرچی داستان جلوتر میره اصلا بارتلبی این سکوت و سکونش هی داره بیشتر میشه. و تعلیقی که توی داستان وجود داره و وقتی که این کتاب رو من خوندم متوجه شدم چرا تو اون برنامه میگفتن، مسعود فراستی و سعید قطبی داده میگفتن که باید تعلیق رو از روی این کتاب و این داستان درس داد. بی‌نظیره. یعنی من واقعا نمونه یادم نمیاد که همچین تعلیقی رو منو درگیر خودش کرده باشه. تمام فکرها و قضاوت هایی که حالا نسبت به کاراکتر بارتلبی به وجود میاد برای آدم موقع خوندن این کتاب، به نظر من خیلی تجربه عجیب غریبیه. و اصلا میشه اینجوری گفت که توی سینمایی که مثلا 90% فیلم‌ها شاید ادعایی رو میکنن که بتونن تعلیق در بیارن، امکان نداره بتونن به گرد این داستانه برسن توی مثلا مبحث ایجاد تعلیق و اینجور موارد. طولگو باشم بخوام راجع به دیالوگ اصلی خود بارتلبی هم بخوام راجبش باهاتون صحبت کنم یه خورده، اصلا خود حالا ترجمه‌ای که شده از این دیالوگ که ترجیح میدهم که نه، خیلی میشه ساعت‌ها راجبش فکر کرد. اصلا این شکلیه که شما حتی بهم یک جمله فکر میکنی ترجیح میدهم که نه، انگار میلی به انجام اون درخواسته نیست. یعنی انجام قراره بده ها، ولی میلی به انجام اون دریافته نیست. اصلا مثبت و منفی این جمله خیلی مشخص نیست، این دیالوگ خیلی مشخص نیست، با اینکه توی داستان در واقع هر جا که میگه ترجیح میدهم که نه فلان کار انجام نمیدم، اصلا به هیچ عنوان سمت اون نمیره و اصلا این تعلیق برای شما ایجاد میشه که آقا واقعا ترجیحش اینه که این کار رو انجام نده به طور مثال، یا این که مثلا یک اتفاق دیگه‌ای درونی، یک باید و نبایدی براش وجود داره که فقط داره با این ترجیح میده همه جمله رو لطیف‌تر، اون عدم انجام اون خواسته رو لطیف‌تر میکنه. خیلی عجیب غریبه واقعا، حتی در رابطه با افکاری که رئیسش داره و اون رابطه‌ای که با هم پیدا میکنن، حس مسئولیتی که این رئیس نسبت به بارتلبی پیدا میکنه که خیلی
یه قدم میاد جلو، 2 قدم میره عقب. خیلی افکار درگیر کننده این رئیس با خودش داره که حتی مثلا یه جایی از داستان میگه آقا این بذار اینجا تو دفتر من، با افکار خودش بذار تو دفتر من بمونه، فوقش همینجا میمیره، من لای همین دیوارا در واقع دفنش میکنم، کسی هم خبردار نمیشه، چون به نظر نمیرسه که کسی رو داشته باشه. و حتی این حس در واقع مسئولیت پذیری که این شخصیت رئیس نسبت به بارتلبی ایدا میکنه هم به تعلیق این داستان کمک میکنه. یعنی توی افکار اون رئیس شما گم میشی و خودتون هم نمیدونید که آیا میتونید که بارتلبی رو این شکلی بپذیرید، آیا مثلا این رئیس داره تمام این افکاری که داره درسته درست نیست چجوریه. خیلی به نظر من با نمکه. و ویژگی دیگه‌ای که این داستان داره، ما اول داستان انگار با شخصیت بارتلبی بیشتر آشناییم. هر چی رو به جلو داستان میره انگار بارتلبی عقب و عقب و عقب‌تر میره، نه به لحاظ حالا ساختار داستان نویسی، به لحاظ کاراکتری، و یک جایی از داستان دیگه محو میشه و باز هم به تعلیق این داستان کمک میکنه. در واقع ما هیچ چیزی دندونگیری در واقع از بارتلبی نمیدونیم، فقط یک آدمیه که با یک سری خصوصیات عجیب غریب که توی کتاب ازش در موردش صحبت میشه، گفته میشه، یه دیالوگ داره که بیشتر جا به کار میبره، ترجیح میدهم که نه، و یکو هم از داستانمون به یک شکل عجیب غریبی محو میشه و تمام میشه و باز هم خواننده رو به نظرم تو آخر کتاب، در آخر داستانم باز هم با یه تعلیق برش میکنه. خیلی داستان عجیب غریبیه. من به نظرم تمام کسایی که به داستان نویسی، کتاب، سینما علاقه مندن، این داستان جمع و جور رو میتونن ظرف تقریبا 1 روز کامل بخوننش، 1 روز 2 روز، و ساعت‌ها رو در موردش حرف بزنن، مدت‌ها باهاش کیف کنن. کتاب خیلی دوست داشتنی، داستان خیلی دوست داشتنی برای من بود. امیدوارم که از این ویدیوی جمع و جور کوتاه هم راجع به کتاب، راجع به نوشته هرمان ملویل بارتلبی محرر که با عنوان‌های مختلف چاپ میشه دوست داشته باشید. تا ویدیوی بعدی چیز دیگه میخواستم بگم، یه مبحثی که راجع به این که چرا کتابا رو دیگه کتابایی که مثلا خیلی باشون ارتباط برقرار نمی‌کنم و میخونم اینجا حرف بزنم یا بذارم بعداً بگم. بذارین میشه بعداً در قالب یک ویدیو راجبش گپ و حرف زد، میشه که حالا یه ایده‌ای هم میشه راجبش داشت. امیدوارم روز خوبی داشته باشین. هر جا هستین موفق، سلامت، سرزنده باشید. قربون شما. خداحافظ.